سلام عزیزان، یک برنامه دیگر رو با هم دیگه می‌خوایم در دروس الهیات مسیحی دوره خدمات که حیات وافر از کتاب حیات وافر درس 4 رو با هم دیگه مرور بکنیم. درس 4 در مورد سلامتی یا آرامش که ثمره اعتماد به خدا هست و یکی از ثمره‌های روح القدس هست میخوایم با هم دیگه مطالعه بکنیم. میدونیم که توی این دنیای امروز چیزی که خیلی کم هست و واقعا دیده میشه اون آرامش هست و یعنی دیده نمیشه در بین مردمی که دارن زندگی میکنن روی زمین. آرامش هست، اعتماد هست و با توجه به اینکه کلام خداوند انجیل شریف بارها و بارها متذکر شده که در روزهای آخر جنگ‌های بسیار و آشوب‌ها و عدم امنیت و مریضی‌ها، بیماری‌ها خیلی زیاد خواهد شد و این نشانه‌های زمانهای آخر هست که در کتاب مقدس در انجیل بارها و بارها گفته شده که هشدار داده که روزهای آخر صلح و آرامشی نخواهد بود. و الان ما می‌بینیم همونطور که در متی 24 میتونیم اینو بخونیم و الان هم در قرن 20 شاهد جنگ‌های، یعنی از قرن 20 به این ور شاهد جنگ جهانی و جنگ‌های خیلی زیادی هستیم، سرد، گرم و جنگ‌های تسلیحاتی و حتی شایعه جنگ‌ها خیلی زیاده. کشورهایی دارن سیستم تدافعی خودشون رو تجهیز میکنن و میترسن ترس این که بتونن در واقع بتونن که در مقابل این حملات دفاع بکنن از خودشون. و همطور تایید این گزارش هایی که هست در مورد بیماری های زیادی که وجود داره، گزارش های پزشکی در مورد بیماری ها، اختلالات روحی روانی، اضطراب ها، ترس و نگرانی ها تقریبا 75% بیماری ها رو تشکیل میده. ولی کلام خداوند به وضوح میگه کسی که آرامش و سلامتی روح القدس رو داره، یعنی ایماندار، کسی که ایمان داره به نجات دهنده عیسی مسیح، ایمان آورده، آرامش روح القدس در او هست، سلامتی هست و ایمانداری که پر از روح هست این آرامش رو تجربه میکنه و اعتمادش به این جهان نیست، به این چیزها نیست، بلکه اعتمادش به عیسی مسیحه. چرا که خود عیسی مسیح در یوحنا 14:27 میگه سلامتی برای شما به جا میگذارم و دلتون مضطرب نباشه و نگران نباشید. سلامتی در ترجمه قدیمی، در ترجمه جدید آرامش نام برده شده و در ترجمه قدیمی سلامتی هست. اون مطالبی که توی این درس هست بررسی سلامتی در کتاب مقدس، تعریف سلامتی هست و تصاویری از سلامتی از عهد جدید و عهد قدیم گفته شده. این کتاب میگه که منظور از سلامتی به عنوان ثمره روح ساعتی در کنار ساحل دریا نشستن یا اینکه در کنار یه رودخانه یا در کوهستان و یا در کنار یک مثلا یه جای خوش آب و هوا نشستن و اون آرامش رو کسب کردن نیست. یعنی که یه سرگرمی که به طور موقتی بتونه آرامش بده و یا حتی توی اتاق دکتر، پزشک، روانپزشک یا اینکه قرص‌های آرام بخش، مصرف قرص‌های آرام بخش، اینا هیچ کدوم در واقع منظور این کتاب نیست. اینها هم میتونن آرامش‌های موقتی بدن، ولی اون چیزی که منظور این کتاب هست، منظور آرامش در کتاب مقدس هست، اون آرامش و اون سلامتی هست که در ایماندار ساکنه به واسطه روح القدس به وجود میاد و از درون انسان نشون داده میشه. کسی که با روح القدس زندگی میکنه و با در واقع با ایمان به خداوند پیش میره، این سلامتی درونش رشد میکنه. و سلامتی روح القدس یه حالتی از آرامش و آسودگی هست که مبتنی بر اتحاد و هماهنگی کامل اون بیرون و درون، یعنی در واقع روح و روان و جسم
اون فرد ایماندار هست و اون احساس امنیت و اعتماد و محافظتی که داره، میدونه خداوند از اون محافظت میکنه. این رو در واقع منظورش هست که در مزمور 91 هم داوود نبی در مورد اون گفته که اون حالت آسودگی و سلامتی رو توضیح داده. سلامتی به عنوان ثمره روح اون سلامتی وافره که آزادانه از اون منبع لایزال الهی روح القدس جاری میشه وقتی که کل وجود رو تسلیم و تحت کنترل خداوند در میاریم. استانلی هولتون میگه سلامتی واقعی تنها ناشی از روح القدسه. سلامتی یعنی آرامش روح، اما یه چیزی بیشتر از اون هم هست، اون آگاهی این که یه رابطه مستقیم با خداوند داری و اعتماد میکنی به خداوند. در فیلیپیان 4:19 گفته شده که سلامتی همراه با محبت و شادی بدل می شود به کمک روح القدس برای رشد در سایر جنبه‌های ثمره روح. و ملکوت خدا ملکوت سلامتی هست و با زور و قدرت برقرار نمیشه. همینطور که وقتی که توی باغ جسیمانی خداوندمون عیسی مسیح وقتی اومدن که اون رو دستگیر بکنن، پتروس چاقو میداره میکشه و میخواد دفاع بکنه از خداوندش و از خودشون میخواد دفاع بکنه و میزنه گوش اون نگهبان یا اون همراه کاهن اعظم اون زمان رو میزنه و گوشش رو زخمی میکنه و خداوند عیسی مسیح بهش میگه چاقوت رو غلاف بکن، چرا که هر کی دست به شمشیر ببره با شمشیر هم کشته میشه. منظور اون آرامش هست، اون سلامتی و اون اعتماد هست که خداوند عیسی مسیح میده و اون بارها و بارها به نام در لوقا 17:21 میگه ملکوت خدا در درون شماست و ملکوت خدا نوشیدن و خوردن نیست بلکه عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدسه. پس ملکوت خدا جلوه کامل در واقع سلامتی هست که به طور حالا در واقع در نهایت و به طور کاملش هم حکومت خود خداوند بر روی زمین هست که زمانی که حکومت خود عیسی مسیح خداوند برقرار بشه ملکوت صلح و سلامتی برقرار خواهد شد و دشمنانش مغلوب میشن و که در جاهای مختلف در دانیال 2:44 و اول قرنتیان 15:24 و زکریا 9:10 در اون در واقع گفته شده. پولس هم در مورد کلیسای غلاطیه میگه زمانی که از در واقع اون ثمره روح در کلیسای غلاطیه در غلاطیان 5:22 میخونیم به ثمره روح رو تعریف میکنه و براشون مینویسه چون کلیسای غلاطیه ظاهرا که ثمره روح نداشتن، یعنی در جنگ و نزاع بودن با هم و اون حسد و نفاق و کینه و دعوا و مبارزه و این چیزها بحث و جدل بینشون بود و اونجاست که پولس از ثمره روح و از آرامش و خوشی روح القدس صحبت میکنه و اونها رو نصیحت میکنه که ثمره روح داشته باشن و در آرامش خداوند باشن. قسمت بعدی این کتاب ارتباط سلامتی با سایر برکات روح القدس هست. وقتی که روح القدس رو ما باهاش زندگی میکنیم، دریافت میکنیم و در روح خداوند قدرت میگیریم و پیش میریم، یک ارتباط در واقع برکاتی رو از روح القدس میگیریم که یکیش فیض و سلامتی هست، دوم محبت و سلامتی هست، سوم قدوسیت و سلامتی هست، چهارم عدالت و سلامتی هست و پنجم عدالت، شادی و سلامتیه و ششم حیات و سلامتی هست که اینها رو میخوایم با هم دیگه در موردشون یه توضیح بدیم. فکر میکنم که توی برنامه آینده، توی فیلم آینده بتونیم در مورد این 6 مورد یه توضیحات مفصلی با هم دیگه بتونیم داشته باشیم. ولی در کل صلح و سلامتی خداوند در اطاعت و اعتماد و توکل به خداوند به وجود میاد. وقتی که در صلح کامل با خداوند قرار میگیریم که 3 جنبه هست. در واقع این صلح زمانی هست که وقتی فیض خدا رو دریافت میکنیم و احساس بخشودگی میکنیم از گناهانمون، این ارتباطمون در واقع با خداوند برقرار میشه و صلح میکنیم با خدای زنده. وقتی با خدای زنده صلح میکنی در واقع با خودت آشتی میکنی، چون احساس میکنی گناهات بخشیده شده و وقتی در صلح با خودت قرار میگیری با دیگران هم میتونی در صلح و آرامش قرار بگیری.
این یه چکیده ای بود از یه قسمت این درس 4. با هم دیگه قسمت بعدی رو توی فیلم بعدی، ویدیوهای بعدی با هم مشاهده میکنیم. فیض آرامش خداوند با شما باشه. خدا نگهدار.